वो अल्लाह पाक नामा फरीद बलोच हादसान सर आवान उम्मीद करा कि अल्लाह पाक तमाम वजाना सेहत व सलामत बकन वही गुना सख्ती व सूर्य में गिंदे توضیح در مورد اگر که شما مثلا سوراخ ساز گشادت یک گروه که شما فرض کنید زدمان کنه ایدیم دارید. خب مثل ایشی که الان گشاد بوده که یک گروه که ما اول مان داد به حالت از ده که مانیم داد مثلا ایدیم درگه ایده درگه کامل اندازه یا بند انگشتی ایدیم اضافه بود. خب نو الان توضیح دهین شرم واش کرد بلی یک دفعه ذهن و یا که یک کلیپی بگران که ایشی که مشکلی ایدگاه واجهان حل بکن. اولی کاری کنید یک چسب قطره زورید به حالت چسبش که زورد دری پچ کنه ای جاگت سوراخ ای جاگه گو چسب جنید. حالا شرم ترمیم کرده بالفعل توضیح ده چسب جنید چسبش که جا ای بی دور بری را جهلا پدا ای براده چوب ای براده یعنی زوره واش شوک و دست تا همین سوراخ ریچید مثلا همین چسبان که شما رهته ہیں تا همین سوراخ ش ریچید براده یعنی پدا دوباره مثلا این قسمتی رو هم براده مانه کنید تو جوری جنه که پاره خراب مبو. بعد از که شما براده یعنی جت و براده یعنیش سوراخش پر کو نو پدا یک سنباده به حالت چو لوله کنید ته سوراخ دیمه دی سنباده نو به حالت اضافیانا به حالت پاک کنید به حالت پاک شکنید دیگه چیزی مانه کنید پدا سوراخ مثلا گشاده کن ضربه و فقط گو سنباده نون که شما سوراخ تمیز کرد تو سوراخش صاف کو نو گروه که شما رو بوتا گشاد بوتا از این قسمتی دوباره دیمه دی به حالت دیمی دی حالا چه ما گروه که دیم داتا ایدیم دیگه درنه سر جاواد قرار گرفت نو پدا که ای جاگه که شما مثلا اینجا کرده یک پوست به حالت ای جاگه لچینید تا ای سوراخ تا ایشی که گروه که ترند بداره گروه شل ما بود. ای توضیح در مورد گروه که شل بود مثلا الای گروه بالفرض شل نوشته و تا نداره پوست جنه تایی کنه ای قسمت هم گبراده پر رکنید گبراده چوبی پر رکنید پدا یواش سنباته کنید تو گروه که جا دور دید اگه دیسش که مثلا سب تو گروه که نرو پدا گو سوهان به حالت سوهان زوری تو گروه که به حالت ای جاگه یعنی ای قسمت ایده به حالت سوهان کنید یواش سوهان کنید تا ایشی که ای سر گروه تا سوراخ منندید اگر سر گروه تنی سوراخ منندید انتهایی شما پشار بده گوره شمایی گروه که پرشید. امید کنم که این کلیپ مورد پسند قرار بگیرید. الله گنجی رحمتان واهوت به شما کسر فرید بلوچ.